خب آموزش راه اندازی فارمبات رو داریم. کلا 3 بخش بیشتر نیست. تو مرحله اول بعد از اینکه بازی رو نصب کردید یه بار فقط بازی رو باز میکنید که من برای لودینگ پاز میکنم فعلا. خب بعد از اینکه لودینگ تموم شد روی این قسمت کلیک میکنید، وارد ستینگ میشید. از سیستم ستینگ گرافیک روی لو، فریم ریت روی های و رزولوشن حتما روی 1920 80 ست میشه. بعد اینکه این کارو کردید بازی رو میبندید. خب حالا پیش فرض اون تنظیمات ست شد روی بازیتون. تو قسمت دوم اون سندباکسی که داخل کانال تلگرام گذاشتم اون نصب میکنید. بعد باز کردنش اینجا براتون خالی، حالا من اکانت داشتم قبلا که اد کردم. از اینجا نیو باکس یه اسم برای سندباکستون انتخاب میکنید که پیشنهاد میکنم یه تیکه از ایمیلتون مثلا با اون پروفایلی که اون اکانتتون انجام میده، مثلا اگه برای نفته روی نفت بذاریدش که خودتون بشناسیدش. اینجا یه اسم براش انتخاب میکنید و اینم روی استاندارد سندباکس میذارید. مثلا من میذارم فارم 20. فینیش رو میزنید و فارم 20 ساخته شد. حالا کلیک راست میکنید تو قسمت ران پروگرام. اینجا وارد پوشه‌ای که بازی رو نصب کردید میشید. اوکی. خب دوباره لودینگ من پاز میکنم. خب بعد اینکه وارد سندباکس شدید از اینجا ستینگ اکانت روی چنج اکانت که بزنید، حالا بستگی داره رو جیمیلتون باشه رو آی جی. بعد اینکه این کار رو انجام دادید اکانت خودتون رو آوردید بالا که من یه دونه برای مثالش رو باز بکنم. خب بعد اینکه اکانتتون اومد بالا یه بار رو نقشه جهان میزنید سرچ. حالا اینجا بعد بر اساس اکانتتون انتخاب کنید. اگه این اکانت مخصوص فارم نفته، اینجا نفت رو انتخاب میکنید، روی لول 7 میذارید و سرچ رو میزنید. همین کافیه تا پیش‌فرض این اکانت روی نفت ست بشه. اینجا بعدم کلا میبندید اینو، دیگه کاری باهاش نداریم. حالا بخش سوم مربوط به برنامه فارمبات میشه. این باز شه، لایسنس رو تایید میکنه و اجرا میشه. خب تو این قسمت که وارد شدید میایید تو بخش اکانت، اون اسمی که داخل سندباکس زدید رو اینجا وارد میکنید و اون پروفایلی که مربوط بهش میشه هم تو این لیست انتخاب میکنید. اگه نفت بود میذارید روی نفت و ادو میزنید. اد که بزنید اینجا براتون میاد و حتما بعد اد کردن اکانتاتون یه دونه سیو لیست رو بزنید که این یعنی در واقع ست شه روی این قضیه. خب تو قسمت پروفایل میتونید انتخاب کنید که اصلا کلا کدوما رو انجام بده که دیگه مجبور نشید اینجا برید پاکش کنید. توی قسمت تنظیمات که وارد بشیم، تو این قسمت جایی که سندباکس رو نصب کردید یعنی پوشه‌ای که سندباکس روش نصبه رو پیدا میکنید و استارت EXE رو انتخاب میکنید. تو قسمت دومم جایی که بازی رو نصب کردید میرید، اشتباه رفتیم، اونم اگزه اینم انتخاب میکنیم. خب تو این قسمت دقیقا همین عبارت رو باید بنویسید. به بقیه‌اش هم کاری نداریم، یعنی هیچی ما نباید دست بزنیم الا یه قسمت که مربوط به ما میشه. اونم برنامه‌ریزی روزانه است که حتما تیکش روشن باشه و از این قسمت هم نسبت به تایمی که اسکواد هاتون برمیگرده باید بچینید. مثلا من هر 5 ساعت برمیگردن، هر 5 ساعت یعنی 4 تا بازی 5 ساعته ست کردم که بین ساعت 2 تا 3 نصف شب یه عددی رو رندوم انتخاب میکنه و میفرستتشون. به هیچ کدوم از یکی تنظیمات دیگه اصلا دست نزنید. بعد از اینکه بازتون رو چیدید یه بارم سیو رو اینجا میزنید. خب یه فیچری اضافه شده برای اینکه
امنیت اکانتاتون بره بالا و اصلا بات شناسایی نشید. اینستال نیو کانتنت پک که بعد اینکه لایسنستون رو اما گرفتید یه فایلی براتون ارسال میشه به اسم کانتنت پک که من الان یه دونش رو پیش‌فرض دارم اینجا. این دوباره روی این کلیک میکنید. خب بعد اینکه نصب شد روی اوکی میزنید و یه بار برنامه رو میبندید و دوباره باز میکنید. اتفاقی که میفته همه تنظیمات به صورت اتوماتیک براتون ست میشه که اینم متناسب با تعداد اکانتایی که دارید. همه متغیراش عوض میشه و شما نیازی نیست که دست به چیزی بزنید. توی قسمت رانند لاگم استارت رو که بزنید اتوماتیک مثلا بازه 2 تا 3 برای اینکه طبیعی باشه 3 تا اکانت همون نمیفرسته، اینجا هم 3 تا اکانت نمیفرسته. بعد طبق برنامه روزانه‌م هم یه سری تایم‌ها مشخص کرده که اجرای بعدیش میشه 2 37 دقیقه و 29 ثانیه. همین دیگه، هیچ بخشی نداره.